بالاخره دو پرنده عاشق به هم رسید. ازدواج عالی انصاری با حسام فرزان به دور از تصور. عالی انصاری با حسام فرزان در کدام کشور ازدواج کرد؟ رازهای پشت پرده زندگی عالی انصاری با حسام فرزان. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری بالاخره با عشقش حسام فرزان ازدواج کرد. تصاویر تازه نشر شده عالی انصاری و حسام فرزان در صفحات مجازی این روز بازتاب گسترده‌ای داشته است. عالی انصاری هرچند ازدواج اول داشت ولی از شوهر اولش جدا شده است و اکنون دارای 3 فرزند می باشد و با فرزندانش در انگلستان زندگی خوش و موفقانه ای داشت. عالی بعد از جدا شدن شوهر اولش به کارهای هنریش پرداخت. هرچند در یک خانواده هنری عالی انصاری دیده به جهان گشود. عالی انصاری جدیداً با اجرای آهنگ دوگانه با حسام فرزان در میان کاربران صفحات مجازی نامش آوازه شد. جالب اینجاست حسام فرزان چرا با آن سن کمی که داشت با عالی انصاری ازدواج کرده است. حقایق و رازهای پشت پرده زندگی عالی انصاری و حسام فرزان در کانادا از طرف دوستان و خانوادهشان فاش شد. این همه در حالی است که حسام فرزان در کانادا با لیما امیری در رابطه عاشقانه‌ای بود، اما تا کنون معلوم نیست چرا این دو با هم ازدواج کردند. ولی هر کس خودش میداند زندگی شخصی و زندگی هنریش. من آرزوی موفقیت، کامیابی، سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان نهایت خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران عالی و حسام به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.